درود بر شما. امروز درباره آن صحبت میکنیم که چرا بعضیا 5 سال دراز در دانشگاه خواندن ولی حالا در روسیه خشت میکشند و یا فراشه میکنند. هفته گذشته در یک نشست وزیر معارف تاجیکستان مسئله زیاد بودن دانشگاه و بیکار ماندن خط کنندگان آن را برداشتند و همین مسئله هم مردم زیادی را در وبسایت رادیوی آزادی و صحیفه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام به بحث کشید. وزیر گفت زیاد بودن دانشگاه ها خوب است چون طلبات به آنها وجود دارد و اگر خط کنندگانش هم بیکار مانند ولی تاجیکستان مردمی باسواد خواهد داشت. اما نه همه به این گفته های وزیر موافقند و گفتند که دانشی که دانشکده های تاجیکستان میدین به درد کسی و کارخانه نمیخورد. از جمله کاربر با نام رشتی با همین مضمون در وبسایت ما شرحی گذاشته است که همراه میخوانید. من از ناحیه رشت هستم. در ناحیه دانشگاه آموزگاری فعالیت میکند که هر سال 1000 دانشجو آن را ختم میکنند، اما عجیب آن است که مکتب‌های میانه معلم ندارند. با بعضی دانشجویان هم صحبت میشوم، راستی از دانش آنها شرم میدارم و با این سوادی که دارند آینده ما چی میشود؟ کاربر دیگری با نام طلبات در وبسایت ما نوشته است. گفته وزیر معارف درباره طلبات زیاد به تحصیل در دانشگاه بی اساس است و مردم برای آن بچه‌های خود را به دانشکده و دانشگاه میفرستند که آنها را به خدمت حربی نبرند. شرح این کاربر چنین است: طلبات دروغ است. همه کوشش میکنند برای به ارتش کمبغلان نرفتن پسران خود را به دانشگاه ها وارد کنند. تمام ساحه هم معارف و هم ارتش اصلاحات میخواهد. با این شکل اداره کالغازی کشور به ساخت امیری و فیودالی برگشته است. کاربر دیگری هم درباره طلبات به تحصیل در دانشگاه ها نوشته و گفته است قانون اقتصادی بازاری در تمام کشورها هست و خاص تاجیکستان نیست. سید احمد عالیموف با تحلیل کوتاه در این باره در صفحه فیسبوک ما از جمله نوشته است: امروز نظام تحصیل به یک تجارت حکومت ها تبدیل یافته است. دیگر آنها کار ندارند که دانشجو بعد ختم کار مییابد یا نه. مهم پول را سپار و دیپلم را بگیر و از پی کارت شو. برای پول شده به صفت دانش کم اهمیت میدهند که این البته به ذخیره های ذهنی انسان تاثیر منفی میرساند. و کاربر دیگر وزیر معارف محمد یوسف امامزاده را برای آن تنقید کرد است که گفت تاجیکستان صادرکننده قوه کاری است. این کاربر که خود را نامدار معرفی کرده است در وبسایت ما چنین نوشته است: از گفته‌های وزیر معارف برمیاد که وظیفه ما آماده کردن کارگران کرایه است برای روسیه و نه تعلیم دادن کادرها برای آباد کردن وطن. از این رو امیدوار نباشد که در وطن جایهای کاری تأسیس می‌دهند. ما باید یک عمر در خانه روس‌ها را روبوچین کرده به آنها خدمتگاری کنیم. نخود فرزندان ما برای وطن همین قدر و قیمت داشته باشند. در این میان یک کاربر گفته است مهمتر یک چیز است و آن هم شوق و ذوق دانشجو و سعی آن برای یافتن کار مناسب. شرح کاربر با نام کامل جان سید عالم را میخوانیم که در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک گذاشته است: اگر انسان از تحت دل خواند و متخصص خوب شود هیچ وقت بیکار و سرسام نمی شود. در هر جایی که شخص کار حلال کند خود همان محیط و هیئت کارمندان و رهبران وابسته به دانش و ملکه و خلق و معاشرت نیک او را به زینه‌های بالاتر توصیه می‌دهند. عین شهر را از کاربر با نام برنا ترسونووا از فیسبوک گرفتیم که گفته است نباید بهانه جست و فقط خواند و صاحب دانش شد. شرحش چنین است: اگر جوان متخصص کار خود باشد در یگان جای بیکار نمیماند، اما امروز سطح دانش جوانان ما خیلی پس رفته است. شما چی میگویید؟ اگر دانش خوب داشته باشید در تاجیکستان بیکار نمیمانید؟ نویسید و یا در ویدیو ثبت کنید و به تلفنی که میبینید بفرستید. واتساپ و وایبر و تلگرام و ایمو دارند. این کار را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم کرده میتوانید. آزادی آنلاین به پایان رسید و من میرزا نبی خالقزاد هستم و اینجا رادیو آزادی است. خدا نگهدار.